تصور کن 16 سالته، هنوز خیلی ها حتی گواهی نامه ندارن، ولی تو جلوی 80,000 نفر بازی میکنی. نه توی یه بازی معمولی، تو زمینه افسی بارسلونا. اسمش لامین یامال بود، پسری که خیلی ها میگن آینده فوتبال اسپانیاست. لامین یامال توی لاماسیا رشد کرد، اما آکادمی افسانه‌ای که مسی، ژاوی، اینیستا رو ساخت. از همون بچگی یه چیز متفاوت داشت، اعتماد به نفس عجیب با توپ. مربی‌ها میگفتن این بچه از سنش جلوتره. یامال تبدیل شد به یکی از جوانترین بازیکن‌های تاریخ بارسا. نه فقط بازی میکرد، بلکه تاثیرگذار بود. سرعت، دریبل، شجاعت، تک به تکش عالی بود. با تیم ملی اسپانیا خیلی زود مچ شد و حتی تبدیل شد به یکی از جوانترین گلزن‌های تاریخ تیم ملی. این یعنی چی؟ یعنی اسپانیا روی این پسر حساب ویژه باز کرد. یامال وینگر راست بازی میکنه، چپ پاس میزنه به داخل، شوت میزنه، پاس عمقی میده، اما مهمتر از همه نترس. خیلی از بازیکن‌های نوجوان تو بازی بزرگ پنهان میشن. یامال توپ میخواد، با وجود سن کم خیلی آروم بازی میکنه، عجله نداره، تو موقعیت سخت تصمیم درست میگیره. وقتی جوانی و تو بارسا بازی میکنی، مقایسه با مسی اجتناب ناپذیره. اما تفاوت مهم اینه که یامال سعی نکرده مسی بعدی باشه، داره یامال میشه. آینده چی میشه؟ سوال اصلی اینه که آیا میتونه دوام بیاره؟ فوتبال پر از استعدادهای زود درخشیده است که خاموش شدن، اما اگه بدنش سالم بمونه و درست مدیریت بشه، میتونه نسل بعدی ستاره‌های اسپانیا باشه. چون یامال فقط تکنیکی نیست، شخصیت هم داره. همه هیجان زدن، جرأت داره تو بازی‌های بزرگ شوت بزنه، جرأت داره پاس ریسکدار بده. شاید الان فقط یه نوجوان باشه، اما بعضی ستاره‌ها رو از همون اول میشه شناخت. وقتی توپ زیر پاشه، انگار میگه من برای این سطح ساخته شدم. آینده فوتبال شاید اسمش همین باشه، لامین یامال. یکی از چیزهای مهم درباره یامال اینه که مدیریت دقایق بازیش خیلی حساب شده انجام میشه. توی افسی بارسلونا مربی‌ها سعی میکنن فشار فیزیکی بیش از حد بهش وارد نشه، چون تجربه نشون داده استعدادهای نوجوان اگه زیاد بازی کنن ممکنه افت کنن یا مصدوم بشن. یک نکته کمتر گفته شده اینه که یامال توی تمرین‌ها خیلی روی تصمیم گیری کار میکنه، نه فقط دریبل. مربی‌ها ازش میخوان بدونه که کی باید ساده بازی کنه و کی ریسک کنه. این باعث شده نسبت به سنش پخته تر به نظر برسه. از نظر ذهنی هم جالبه بدونی تو مصاحبه‌اش خیلی آروم و متواضعه. برخلاف هیجانی که رسانه‌ها درست کردن، خودش بارها گفته هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن داره. و یه نکته مهم دیگه این که توی تیم ملی اسپانیا هم بهش آزادی عمل میدن، یعنی مربی‌ها نمیخوان محدودش کنن. این اعتماد به نفس توی سن پایین میتونه خیلی تعیین کننده باشه. اگه این ویدیو برات مفید بود، روی دکمه سابسکرایب بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.